خب امروز اومدم براتون مدیا مارکت. بعد اینجا وسایل صوتی تصویری داره، یه مغازه خیلی بزرگه، شما هر چیزی که بخواین توش میتونین پیدا کنین. این چه آف خوبی خورده، 20,000 تا شده 34,999 در از 35,000 تا شده 20,000 تا. آف این تلویزیون خوشگله. اینجا با 20,000 تا شما میتونی یه ماشین البته بخرین. این LGه که این الان 2,918 تاست. الان چون بعد عیده تقریبا همه چی یه آف خوبی خورده. این 2024 نوعه، یعنی جدیده. از این سیستم ها خیلی چیزای خوبیه. JBL مارک JBL خوشگله. بهترین سونی مارکای دیگر نمیشناسم. بعد اینجا من دنبال یه چیزی برای موبایلم میگردم، پایه برای موبایل. اینجا قسمت کشش حساب داری شده. البته فکر میکنم که گرون شده، چون من تلویزیون به قیمت ارزون تر اینجا خریدم. تلویزیون بزرگی هم خریدم البته. خب 2 سال پیش. خب الان قیمت خیلی فرق کرده نسبت به اون زمان. کلن که همه چی گرون شد. الان این تلویزیون 755 تاست، سامسونگ. و این که خب خیلی خوبه. البته مصرف انرژیش جیه. خب این مصرف انرژی البته اینجا کلن مصرف انرژی خیلی بالاست، نمیدونم چرا. این تلویزیونی که 755 تاست فروش ماهیانه هم داره. بذاریم با هم ببینیم اگر من بخوام ماهیانه بخرم مثلا چنده. این البته 905 تا بوده، ننوشته چقدر میشه. ولی اینا معمولا این فروشگاه شما یه روی کارت اقامتتون باید یه شماره، اون شماره رو داشته باشین، شما میتونین خرید قسطی داشته باشین. حالا اون چیزو یه سری برنامه خاصه شما اینجا مثلا قسطی صاحب همه چی تقریبا میتونین بشین دیگه. خیلی چیزا رو با آفر بهتون حاضرن بدن. یعنی مثلا مصرف انرژیش ایه 844 تاست. LG البته، ولی چون این قیمتش به خاطر اینه که خب مصرف انرژیش از اون خیلی بهتره دیگه. به این تلویزیون بزرگ 1600 تا. اگه بخوام ماهانه بگیریم 99 تاست، 100 یورو در ماه. شما اینجا میتونین مثلا تمام وسایل خونه‌تون رو با ماهی 400-500 تا قسط دادن کل وسایل خونه‌تون رو بخرین. یخچال، تلویزیون، هرچی، جار برقی، ماشین لباسشویی، همه رو. این رادیوه موج AM و FM همه رو میگیره، خیلی باله. 284 تا این رادیو هن. با جالب بود. این از این ضبط قدیمی.
اینجا کاست میخوره. چه بامزه، عتیقه است اینا. مارک فیلیپسه. اینجا هم که همین CD و اینا. این نمیدونم چیه. چیه؟ آها، اینا مال آهنگ پخش میکنه برای بچه ها. چون عکس بچه داشت من لزوما گفتم عکس بچه ها، ولی کیفیت تصویرشون خوشگله ها. ببینین 3500 تا با 3500 تا شما اینجا میتونید یه ماشین معمولی بخرین. نه اون قسمت اسکوترها و این الان شیرین اسکوتر برقیه 622 تاست. این خیلی چیز خفنیه ها. اینا خیلی چیز خفنیه بود. اینم خوبه، جالب بود. اینم که این دستگاه هاست که برای بچه ها میذارن شب موقع خواب یا هنگ پخش کنه، یا حالا اگه تو ایران بود که احتمالاً مامانا زبانی چیزی میذارن پخش کنه، ولی اینجا خیلی درگیر این چیزا نیستن. من دنبال این پایه ها میگردم و چیز جالبی پیدا کردم. یه چیز بامزه به شما بگم، من داشتم 2 ساعت فیلم برداری میکردم، بعد اومدم دیدم که نمیدونم چی شد، نگاه کردم فیلم نگرفتم. خیلی جالب بود. حالا اون قسمت که پای دوربین میخواستم و دوباره براتون میگیرم. این چیزای حرفه‌ایه، قهوه سازای حرفه‌ایه که خب قیمتاش هم که میبینین دیگه 667 است. بعد توضیح دادم که زیمنس مایک خیلی خوبیه. من تو ایران قهوه ساز دلونگی داشتم، اینجا هم دلونگی داره و خیلی راضی بودم. حالا تو ایران دلونگی مارک خوبیه، ولی اینجا خب زیمنس و اینا هست و شما خیلی چیزای خوبی میتونی. اینا که اصلا خیلی کوچولو بامزه است، خیلی جمع و جوره، آدم فقط یه کار بخواد اونا خوبه. اینم قسمت قهوه سازای مختلفه. اینم که PS5 نگار خانوم با PS5 بش همه جا میره. نگار و PS5 بش همه جا میره. نگار PS5 بش با خودش میبره. خب اینجا گفتم کابلای مختلف داره، یعنی من اون موقع گفتم ولی تو فیلم نگرفتم. اینجا هم که عروسک و اینا داره. این قسمت دوربینای فیلم برداری عکاسی داره. دوربین کنون که میبینم یاد خالم و شوهر خالم میفتم. عمو اکبرم همیشه با یه دوربین کلی خاطره برامون ثبت و ضبط میکردن. اینا از این ساعتهای خیلی قدیمی تا ساعتهای مدرن و جدید همه چی اینجا شما میتونی ببینی. اینا هم که مثلا برای فیلم برداری حرفه‌ای که بخواد استفاده کنه میتونه از این استفاده کنه. من اینو دیدم اینجا براتون اینو توضیح داده بودم که این پایه دوربین و موبایل خیلی خوب برای عکاسی و فیلم برداری های حرفه‌ای هستش. قیمتش 266 تاست. تو ایران هم 18 خورده 19 تا در میاد. با قیمت یورویی که الان هست این همون در میاد. این با دوربینشه و این امکاناتیه که داره. مثلا 266 و 99 که 270 تا حدودا. مارک خیلی خوبیه. من توی چیز که زدم، توی چت جی پی تی که زدم خیلی تعریفشو میکرد. دوست حرفه‌ای خوبه. البته براش باید نویزگیر صدا داشت. من دنبال یه چیزی هم که بتونم، چون تو محیطای باز میرم صدا بگیرم، صداها خیلی دوچار صدای محیط که میاد خیلی دوچار مشکل میشم. دنبال یه چیزی هم که این مشکلمو حل کنه.
ولی اینا اونو نداره، فقط برای حمل دوربینه. اینم جالبه. ببینین این مارکو من دارم، خیلی خوبه، خیلی. بعد مثلا یه دونه باتریش فکر میکنم 1.5 سال 2 سال قشنگ کار میکنه. سریش هم همینجور، سریش هم قشنگ. مصرف من خوب بالاست ولی میگم خیلی خوب بود. 2 سال قشنگ کار کرد و خیلی خوبه کارش. براون مارک من از اورال بی بیشتر براون رو دوست دارم. اینجا میتونین انواع اقسامش رو ببینین. اگر چیزی کسی دوست داشت به هم بگه، من میتونم از اینجا بخرم مستقیم بفرستم، یعنی مشکلی نیست. این قسمت هم که مال آقایون ریش تراشای مختلفه. سشوار، جار برقی، آیگه، جار شارژی های آیگه است. آیگه هم مارک خیلی خوبیه. اونجا هم که اتو و ایناست. اینا هم نوره هم گرما تولید میکنه. خیلی چیزای خوب و جالبیه اینا. مثلا بنظرم چیزا. بعد دیگه هم که چند پاره است، جالبه. مولتی هرسال هردایت موم شد، هیر به انگلیسی. بعد اینا که شعارهای مختلفه، میتونین اینجا ببینین. این مدل ها چرخش خیلی چیزای خوبیه. تو خونه آدم بخواد خودش موهاشو سشوار کنه، اتو نکشه که به موها آسیب برسه، اینا خیلی چیزای حرفه‌ای خوبیه. اینا هم برای فر کردن مو استفاده میشه. اینا هم خیلی چیزای خوب و دوست داشتنیه. یعنی یه برای آدم عروسی مهمونی چیزی میخواد بره، نخوای بری آرایشگاه، داشتن یه همچین چیزی. حالا معمولا از اونام سریای اونم داره، بعضیشون مثل اون بالا. ولی اینا رو مثلا این حالت بابلیسی البته بیشتر درست میکنه، اینا بیشتر مدل فر میکنه، ولی چیزای خیلی خوبیه. اینجا هم که اینجا روها رو میبینیم، شارژی. بزن یه قیمت هم از اینا بهتون میگم. مثلا این الان 328 است، یعنی این قیمت یه جار برقی هم اینجا تقریبا همین در میاد یه وقتایی. بعد اینجام که برای اپیلایدی های خانوماست، چیز خوبیه. اینم که ترازو، اونم که انواع اقسام دستگاه های غذاساز و اینا رو اونجا میبینیم، تا گوشکوب برقی، اتو. اون اتوهای پایدارم خیلی چیزای خوب و نایسیه، قرمز و زرده، ایستاده لباسا رو اتو میکنی. این هم جزء چیزایی که به نظر من خیلی خوبه. اینم که غذاساز، قهوه سازا رو که براتون گرفتم. بعد توستر که اینجا خیلی مصرف داره. بعد چیز دیگه که بخوام بهتون نشون بدم، تقریبا محصولات رو بهتون کامل نشون دادم. اون هم یخچال فریزر، بیام بهتون نشون بدم. البته من یخچالم رو از اتو خریدم، اینجا خیلی قیمتش بالاتر بود از اتو و خب به نظرم خیلی راضیم، خیلی قیمتش خوب بود، خیلی سایت به سایت گرفتم و میارزید، چرا دروغ بگم. من زیمنس گرفتم. محصولات میله تو ایران خیلی گرونه، اینجا هم خیلی نمیخرن چون خیلی گرونه نسبت به اون. میتونی مثلا زیمنس رو انتخاب کنی تقریبا تو یه مایه. حتی خب بوش و زیمنس و اینا، ولی خب میله خب خیلی سر آمده، ولی بیشتر ایرانی ها دنبال میله هستن یا افغان ها، فارسی زبون ها کلن، بذار اینجوری بگم که چیز سر باشه. خود مثلا اینجا بیشتر همین دنبال زیمنس و بوش و یه مارکای اینجوری میرن. میله خب تقریبا خیلی درونه. ببینه الان اینجا 679 تا 1700 تا بوده، این تو آفشه الان
بعد اینا از ایناست که توی کابینت کار میشه ها، جلوش اینا در میخوره، معمولا یه در کابینتی میخوره. این ساید بای ساید مارک LG 1245 تا، مصرف انرژیش هم ایه. حالا نمیدونم اینا تو ایران چنده. و اینو میتونین شما، البته شما اینو یه چیزی جالبتون تو راجبش توضیح بدم، ببینین شما ماهانه با 32 یورو میتونین اینو بخرین و براتون در آخر 1425 تا در میاد و 5 ساله. شما اینو میتونین قسطی 5 ساله بخرین. تو 5 سال خب خیلی خوبه دیگه. مثلا اینو الان همینجور 1396 تا، شما تو 5 سال 200 تا حدوداً بیشتر میدین، ولی خب ماهی 36 تا. خب ماهی 36 تا اصلا پولی نیست. اینا هم که مثلا ابزارالات خب فر و اینا برقی. بعد اینم که مارک بکوه، میگم اینم ماشین ظرفشویی دیگه. چیز دیگه ای که به شما نشون بدم، فکرم تقریبا تمام مغازه رو بهتون نشون دادم و هر چیزی که توش بتونین بگیرین. این چقدر خوشگله. این خوشگل بود، دوستش داشتم. اینا رو همه رو میگم شما میتونین اینجا خیلی راحت به صورت قسطی خرید کنین. این هم با ماشینای لباسشویی AEG و سامسونگ و اونام که گازاست. این برم باز یخچال داره. حالا یه نمای کلی بهتون میدم داشته باشین. خب این هم مدیا مارک گردی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. لطفاً منو لایک هم کنید، اون دکمه زنگوله رو بزنین، سابسکرایب هم کنید و هر موردی چیزی که براتون جالب بود یا سوالی داشتین یا دوست داشتین یه جایی به خصوصی رو تو برلین بهتون نشون بدم، خوشحال میشم بهم بگین. دوستتون دارم.